که اینجا خیلی گرمه. ویدیو قبلی رو کوروش ندید. حتی شما هم نگفتین که ادامه بدم. پس یه قهوه میخورم و از اونجایی که من امروز همراه خودم کیف آوردم میتونیم که محتویات کیفمو با هم دیگه ببینیم. اجازه بدیم. اولین چیز پنکه است چون که اینجا خیلی گرمه، مثبت 50 درجه. بعد از اون یکم پول نقد داریم. بعدش آدامس، روژو، گلاس، قرص و پد، کارت. یه نفر اینجا نیاز مبرم به کیف پول داره. خط لب، وازلین، شکلات و در نهایت خلال لبه. همین. حالا کیف رو برمیگردونه داخل کیف. فکت به درد نخور درباره یوتیوب چنل من اینه که هیچ کدوم از نزدیکانم نمیدونن که من چنل یوتیوب دارم. یعنی از عشق من به یوتیوب خبر دارن، میدونن که ویدیو میسازم و احتمالاً حدس میزنن که جایی من آپلود میکنم این ویدیوها رو، ولی از طرف من بهشون نگفتم که یوتیوب چنل دارم و خب اینقدر آروم اینجا رو دارم پیش میبرم تا جایی که بزرگ شه، دیده شه و بعد از اون معرفیش کنم. همین این چنل کوچولوی من خیلی جای با ارزشیه برام، جایی که کم کم دارم براش وقت میذارم و امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. مرسی که بودی. تا زودی.